این یک روز را در یک سال عید گفتن و به مادر گل بردن و بعد از این باز فراموش کردن مادر، این عید عاق شده ها است. همون فرزندهایی که مادر خود را در یک سال یک بار میپرسد عاق شده است شاید، این عیدی همون ها است. این عیدی دیوس ها است. مردهایی که همین روز را عید میگن اینا دیوسان هستند که خرسند میشوند که زنهای اینها لوچ باشد و دیگر مردها تماشا کنند. عید دیوسین، دیوس بودنش همین است که عید کرده ایستاده است، یعنی خوشحالی خرسندی کرده ایستاده است که امروز روزی هست که حجاب کشیده شد، بی حجابی. این عید فسادکاران در روی زمین است که میخواهند که تمام زنهایی که در روی عالم است همه فساد و فحشا و به کارهای بد اخلاقی دست زده باشند.